بیشتر جمعیت مسلمان ها رو غیر شیعیان تشکیل میدن. ممکنه این سوال به ذهن بعضیا برسه که اگر شیعیان بر حقن پس چرا بیشتر مسلمان ها غیر شیعه هستن؟ سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. کمی یا زیادی جمعیت دلیل بر حقانیت نیستش. اگه بخوایم اینطوری به موضوع نگاه کنیم باید بگیم حتی مسلمان ها هم به حق نیستن. چرا؟ چون جمعیت منکرین اسلام نسبت به مسلمان ها چند برابر هست. اگه بخوایم دقیق‌تر این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم باید بگیم اونایی که این باور رو دارن القا میکنن در واقع دارن میگن که جمعیت حقیقت سازه و حقیقت بر محور واقع و دلیل و برهان نیستش. گاهی اوقات بهترین جواب برای بعضی از سوالا روشن کردن و توضیح دادن همون سواله. فرض کنیم که بین دو گروه اختلاف ایجاد شده. قاضی میخواد بین این دو گروه حکم کنه که کدوم بر حقه و کدوم بر حق نیستش. یک گروه استدلال دارن، برهان دارن، دلیل دارن و دلیلشون هم درسته. یک گروه دیگه هم تعدادشون از اینا بیشتره ولی دلیل و استدلال درستی ندارن. خب طبق باور کسی که داره میگه اونی که جمعیتش بیشتره پس بر حقه، باید بگیم که اونایی که دلیل درستی ندارن، استدلال درستی ندارن، اونا بر حقه. چرا؟ چون جمعیتشون بیشتره. یه شخصی از امام علی علیه السلام پرسید که چگونه ممکنه مخالفان شما که توی جنگ جمل اکثریت نسبی مسلمان ها بودن بر مسیر باطل باشن؟ امام علی علیه السلام در جواب فرمودن ان الحق و الباطل لا یعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حق و باطل با کمی و زیادی جمعیت روشن نمیشه. حق رو بشناس، اهل حق برات روشن میشه. باطل رو بشناس، اهل باطل برات روشن میشه. کمی و زیادی جمعیت نباید مایه مباهات ما یا سرشکستگی ما بشه. مهم اینه که چراغ عقل رو روشن کنیم و از نور عقل بهره مند بشیم. یا علی مدد.